دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم میخوام براتون یه پاستا با کدو حلوایی درست کنم. الان دیگه نزدیک فصل پاییزه و ما با کدو حلوایی میتونیم خیلی غذاهای خوشمزه درست کنیم. این پاستا خیلی غذای سالم و خوبیه و خیلی هم راحت تهیه میشه و خیلی هم خوشمزه است. من مواد لازم این پاستا رو بهتون میگم. حدود 300 تا 500 گرم از این پاستا ها من استفاده می کنم. یک دونه کدو حلوایی تقریبا به اندازه 1 کیلو، 150 گرم پنیر چدار، 150 گرم پنیر پارمیزان، 2 تا پیاز متوسط که من خیلی ریز خورد کردم، 2 تا سیر، یه برگ بو، 50 گرم کره، 50 گرم آرد برای سس سفیدمون. خب این کدوها رو که ما حلقه حلقه کردیم، بعد با بادمجون پوست کن راحت میتونیم اینا رو پوست بکنیم. بعدم به تیکای ریز کنیم. حدود تقریبا 2-3 تا قاشق غذاخوری من روغن زیتون میریزم. امروز میخوام توی این مایتابه مسی اینا رو تفت بدم. اول پیازمون رو میریزیم، یکم که پیازمون رو تفت دادیم سیرمون رو اضافه میکنیم. بعد که سیرمون رو تفت دادیم این کدو حلوایی ها رو میریزیم. دیگه احتیاج به آب نداره. شعله گازمون رو کم میکنیم تا این کدوامون مدت 10 دقیقه نرم بشن. این سیر و پیاز رو من تفت دادم به این صورت، به این رنگ در بیاد. احتیاج نیست که بذاریم خیلی قهوه‌ای بشه. این کدوامون رو که مکعب ریز کردیم به این مواد سیر و پیاز تفت دادمون اضافه میکنیم. گفتم حدود 3 تا 4 قاشق غذاخوری جوز هندی رو کدوامون میریزیم. خیلی خوشبو میکنه. این کدوامون رو فلفل سیاه تازه آسیاب شده و یک مقدار کمی هم نمک. خب اینا رو من الان شعله‌اش رو کم میکنم. حدود 10 دقیقه تا 1 رو میذارم روی این شعله کم که نرم بشه. احتیاج نیست که آب اضافه کنیم. خب در این فاصله من پنیرامم رنده میکنم. آبم جوش آوردم. پاستا رو تو آب جوش و یه مقداری نمک میذاریم بپزه. خب تو یک ظرف نسبتاً متوسط 50 گرم کره داریم. کرمون رو میذاریم آب بشه. وقتی کرمون آب شد 50 گرم آرد بهش اضافه میکنیم تا این آردمون یکم رنگش طلایی بشه. حدود 500 میلی لیتر هم شیر برای این سس احتیاج داریم. یه سس خیلی خوشمزه برای پاستامون. خب این کرمون آب شد. من آرد رو اضافه میکنم. آرد که اضافه کردیم شروع میکنیم به هم زدن. نباید بذاریم آردمون بسوزه. هم میزنیم تا رنگ آردمون طلایی بشه و یه کمی از بوی خامی بیاد بیرون. من شیرم رو اضافه میکنم و شروع میکنم به هم زدن
که این آردم گلوله نشه. یه دونه برگه بو داشتم. این برگه بو من برای اینکه طعم سسم رو خوشمزه کنه تو این سس میندازم و هم میزنم و تقریبا حدود نصف قاشق چای خوریم جوز هندی آسیاب شده به این سس اضافه میکنم و همینطور آروم آروم هم میزنیم تا این سسمون غلیظ بشه و آماده بشه. خب این سس من تقریبا حدود 5 دقیقه گذاشتم رو شعله کم در حالتی که هم میزدم جوش اومد و سفت شد. این برگه بو رو از توش در میاریم. نصف این پنیر چدارمون و پنیر پارمیزانمون رو که رنده کردیم نصفش رو میریزیم توی این سس سفیدمون. خب و بقیهش هم میذاریم برای روی پاستامون. خب من اینو هم میزنم. یک هم فلفل سیاه اضافه میکنم به سسمون و چه عطری اینجا پیچیده از جوز هندی، خیلی عالیه. خب کدومم حدود 15 دقیقه رو شعله کم گذاشتم قشنگ نرم شده. این پاستامونم از آماده است. میریزم توی ظرف پیرکس نسبتاً بزرگ. خب این کدو حلواییامونم قاطی پاستامون میکنیم. نمیدونید این جوز هندی چه عطر خوبی به این کدو حلواییمون داده. خب این یکم با پاستا قاطی میکنم. بعد این سس سفیدم میریزم. کدو حلوایی ها رو که ریختیم سسمونم قاطی کردیم قشنگ این مواد رو همه رو با هم مخلوط میکنم. بعد نصف این پنیرمون که اضافه اومده بود روی این پاستامون میریزم. فر رو از قبل رو درجه 200 گرم میکنیم. این پاستا به مدت 20 دقیقه داخل فر باشه، قسمت وسط کافیه. خب من این پاستا رو میذارم داخل فر. بعد از 20 دقیقه خدمت شما برمیگردم. خب این پاستای خوشمزه و خوش رنگ و رومون آماده شد. حدود 20 دقیقه داخل فر بود. خیلی بوی خوبی پیچیده اینجا. جای همه دوستان خالیه که از این پاستا نوشه جان کنن. امیدوارم این پاستای خوشمزه رو درست کنین و در کنار کسایی که خیلی دوستشون دارین از خوردن این پاستای خوشمزه و سالم لذت ببرین.